салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед. ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC Manutу. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи Manutу ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паём ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паём ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، мавқеият 7 дараҷаи шарқӣ، фреконс 11262, суръати нишонӣ 27500, поляризатсия HFEC 5/6. سلام و درود هموطنان عزیز. خب امروز در برنامه نوبتی خودمون قرار داریم. دیروز روز شنبه متاسفانه به سبب آنکه گلویم خیلی بیشتر درد میکرد و خب نمیتوانستم برنامه رو پیش برم، نکردم برنامه و به امروز گذاشتم. و امروز چند خبر عاجل دارم برای شما محترم تماشابینان و در عموم شاید برنامه امروزه ما خیلی کوتاه‌تر از هر دفعه بشود، چون که وضعیتی که در این چند ساعت اخیر به وقوع اومد، موضوع اویی که من میخواستم با شما اونها رو بررسی کنم، آنها برای من الکی مهمیت خود را از دست دادند، چون در بدخشان باز قتل عام نوبتی، یعنی ادامه قتل عام در بدخشان به وقوع آمد و چند تن دیگر، حداقل 2 تن دیگر را که با دلیل گفتم میتوانیم که به قتل رسانده شدند و دیگر اطلاع نیست چقدر چند نفر دیگر زخمی و چند نفر دیگر بازداشت و چند نفر دیگر شاید هم به قتل رسانده شده باشند. این را ما هنوز چنین خبر رو در دست نداریم. به خاطر همین ما از پخش معلوماتی که آن رو تصدیق نداریم خودداری میکنیم و برای همین شاید برنامه ما کمی کوتاه‌تر شود. ببینید
یک چیز، یک دقتتان رو به یک مشکلی جامعه تاجیکستان جلب میکنم. ببینید از 2015 به این سو تعداد محبوسان سیاسی در تاجیکستان روز از روز می افزاید و در همون روز ساعتی که محبوسان سیاسی از حزب نهضت اسلام رو به زندان بردن و بعد علاوه اونها خب نمایندگان جامعه مدنی، حقوق شناسا رو نیز به زندان بردن، در همون روز ساعت جامعه مدنی تاجیکستان از ابراز عقیده در مورد همین زندانیان سیاسی خودداری میکرد و حتی در بعض موردها فرض کردیم اگر درباره روزنامه‌نگار یا یگان حامی حقوق سخن میرفت و از آنها دفاع میکردند، لیکن با اینها کاردار نمیشدن که این یعنی یک سیاست است و این یک تشکیلات سیاسی است و جامعه مدنی تاجیکستان، چه روزنامه‌نگاران، چه حقوق شناسان و چه تمام جامعه مدنی و جامعه تاجیکستان به خود اجازه میداد که درباره سیاست و سیاستمداران سخن نکند و این را برای خود توجیه هم کردند. و اخیراً هفته گذشته خیلی که شما همگان شاهد بودید، قضیه دلیر امام علی، یکی از روزنامه‌نگاران تاجیک، باید قید کنم که بنده با این کس شناسایی ندارم که به خاطر همین گفته ایستادم که باز نشود که برای بنده خدا به خاطر نامش را گرفتن من مشکل ایجاد شود. برای همین چون قضیه پرآوازه شد و من گفتنی نیستم درباره قضیه دلیر امام علی، نه، درباره قضیه روزنامه‌نگاران و جامعه مدنی تاجیکستان من گفتنی هم که جامعه مدنی تاجیکستان از جمله روزنامه‌نگاران واکنش کردند و در واکنش یک اظهاراتی هم پخش کردند و در این اظهارات از روزنامه‌نگاران، از فشار به روزنامه‌نگاران گفتند، ولی درباره فرض کردیم روزنامه‌نگاران بدخشانی که الفت خانم محمد شوی و خوشام هم که یک بلاگر بود، درباره مشکل آنها هیچ کس سخن نکرد و به خاطر آن سخن نکردن که از افتش همین پامیری، مفهوم پامیری هم همچون یک تشکل سیاسی در تاجیکستان فهمیده می شود و نسبت همه بیدادگرایی هایی که نسبت بدخشانی و امروز پیاده کرده می شود از طرف مقامات تاجیکستان، از طرف جامعه مدنی، حتی جامعه مدنی که از تاجیکستان هم بیرون است، عیان میشنویم که واکنش کرده باشند و این واکنش نکردن از آن دلالت میدهد که قضیه بدخشان برای جامعه تاجیکستان یک قضیه تابو اعلان شده است و باید درباره آن کسی سخن نکند. و اخیراً رادیو آزادی هم که آخرین گزارش را از بدخشان درباره فرض کردیم طالب بیانبک و منور و این بچه ها تهیه کرد، در آنجا اصلاً همان گزارش رسمی وزارت کارهای داخلی را بازنشر کرد و در آنجا اینها همه جنایتکار شدند و چنین به نظر می رسد که اینها هم یک اشاره را از بالاها گرفته باشند. و در این من به این چرا دقت جلب کردم که همان روزنامه‌نگارانی که در ساعتهای اول واکنش نسبت قضیه دلیر کردند و همه ما دلیریم و ما با دلیریم میگفتن و در بعد چند ساعت اون 4 رسانه خبری که خیلی امضایشون در همان اظهارات آمده بود، اونها اظهارات جوابی، اظهارات دوم را پخش کردن و گپای خود را، یعنی امضای خود را باز پس خواندن از همان اظهارات پیشینه و به نظر می رسد که خب بنده از این با خبر بودم که
برای همین مقامات همه اون من چند بار گفتم تمام اینها در پس دلخواه منصبدار خود ایستاد میشن، نه وابسته از آنه که اون پروکورور خیش باشد، خیش کسی باشد یا نباشد، اون ملیسا خیش کسی باشد یا نباشد، او نماینده نظام است و به هر بیدادگری، هر بیقانونی که او انجام دهد، دولت از سطح بالا سر کرده تا سطح پایینترین در برش استاد می شود و از او دفاع خواهد کرد و این را روزنامه‌نگاران ما اخیراً در پوست خود درک کردند و فهمیدن که خیلی کی صدا بلند کردن ممکن است و کی نه. از همین خاطر این را من به خاطر اون گفتم که همین روزنامه‌نگاران من خیلی خب در شبکه ها هم مردم خیلی نگرانی کردن که چرا در همین واکنشی که ابتدا به جانبداری دلیر و چند روزنامه‌نگار دیگر رادیو آزادی و دیگرها یعنی در حمایت از آنها صدا بلند کردن درباره الفت خانم و خوشام یگان چی نگفتن، ولی بعداً معلوم شد که بعداً در واقعه بعدی نشان دادن که واقعاً هم این از بالا اشارتی است و این فشار بالای تمام جامعه است و این سرکوب در بدخشان و قتل عام بدخشانی ها نه فقط بر ضد بدخشانی ها روانه کرده شده است، بلکه بر ضد تمام جامعه مدنی تاجیکستان، بر ضد تمام تاجیکان که چند سال اخیر در 2-3 سال اخیر دیده می شد که جامعه تاجیکستان خیلی به تدریج جامعه تاجیکستان چیز می شود، یعنی روحیه اعتراضی در جامعه تاجیکستان بالا می رود و سرکوب بدخشانی ها و قتل عام بدخشانی ها علاوه آن که بدخشانی ها را خب یعنی مورد شانتاژ قرار دهند، مورد دهشت افکنی نسبت به بدخشانی ها باشد، این دهشت افکنی نسبت تمام تاجیکستانی ها است که ما شاهدش شدیم. اخیراً چند خبر مهم از همین ببینید. یک خبر مهمه که اون رو از داخل گرفتیم و اون باور کردنی است، یعنی قضیه روشان، قتل عام روشان. حداقل 70 نفر در ناحیه روشان، 70 نفر از قسمتشون ما درک نداریم، حداقل 70 نفر، یعنی اگر قسمی از آنها حدود 30 نفر اگر مرده هاش رو ما علکی خشتبار اونها صاحبان اونها مرده جنازه کردن، لیکن تعداد زیاد گم شده ها باقی مانده است و خیلی که از داخل خود مقامات خبر دادن در اینجا اون قاتلانی که از مرکز به اینجا سفربر شدند با سروری که بود داماد رمضان رحیم زاده، اون قاتلان حتی همین کارمندان وزارت کارهای داخلی را به دهشت آوردن با همون بیرحمی خاصی که نسبت این مردم نشان دادن. اکثری کشته شدگان باز تکرار میکنم که نه در تظاهرات کشته شدن، بلکه بعد از تظاهرات از خانه ها گرفته در بازپرسی بعد شکنجه های خیلی شدید به قتل رسانده شدند و منبع میگوید که نیت بود اکثر اینها که میگویند هنوز تا حاضرم گفته ایستادن که 8 نفر به هلاکت رسید و 20 و چند نفر زخمی و تمام دیگر گویا یگان تلفات اینجا نبوده است از 8 نفر و اینها همین نیت را داشتن که اکثری کشته شده ها رو باید یک نوع از مرده هاش رو چی میکردن،
یعنی بینامونشون میشدن، باید در دریا پرتافته میشدن یا یگان نوعی کرده از اونها باید بینامونشون نشان میشدن. و در این میان همان قسمتی کارمندان وزارت کارهای داخلی که اونها واقعا کارمند وزارت کارهای داخلی بودن، نه قاتلان، نه کیلرهای مخصوصی رستم امام علی، آنها آمدند و این مرده ها رو آوردند و در اکثرشون رو در صحنه بیمارستان نایه روشن پرتافتند و مردم مرده های خود رو پیدا کردند، مرده های نزدیکان خود رو پیدا کردند و این نقشه اونها رو همین خود کارمندان مقامات یک مهربانی نسبت مردم کردن که مرده هاشون رو اجازه ندادن که این مرده ها بینامونشان گم شد. و خبر دیگری که نیز از داخل گرفتیم، حاضر تعداد زیاد بدخشانی ها رو چی در مرکز چی در از نایه روشن زیاده از 100 نفر رو بازداشت و به پایتخت انتقال دادن. از خاروق آدم ها رو بازداشت کرده به دوشنبه انتقال دادن ایستادن. و از داخل خبری رسید متاسفانه که گویا همون قتل عام هایی که در همین زندان های تاجیکستان ما شاهد اونها شده بودیم، چون این قتل عام را نسبت بدخشانی ها برای انداختنی اند. یعنی در زندان یک شورش را برای انداختنی اند، خیلی که اون که بود ایشان قیام الدین را کشتن با او دو برادر دیگر که سرشان را هستند جدا کرده بودند. اگر در خاطر داشته باشید همین خیل آشوب زندانی ها را تشکیل کردن و با دستی به نام سلفی ها یا تحریری ها بدخشانی ها را کشتنی، بدخشانی های زندانی را کشتنی و همین خبر را از خود وزارت کارهای داخلی به این صورت رساندن و با اصرار از ما خواهش کردن که کار کنیم که به این راه ندهیم و ما هم به همین خاطر همین خبر را به شما پیشکش میکنیم که چنین نقشه در ذهن دارند همین مقامات قدرتی و این باعث نگرانی سخت است. و خبر دیگری که از خاروق می آید امروزها بدخشانی و از تمام منطقه از روشان سر کرده خاروق و شغنان و همین منطقه که امروز مورد تعقیب و فشار قرار گرفته است، از این منطقه مادران، پدران، باباها و دیگر برادر و خواهرها با برادران خود، فرزندان خود که در مهاجرت قرار دارند زنگ زده التماس میکنند که مبلغ به ما ارسال نکنید که در اینجا این مبلغ های شما باعث درد سر ما میشوند. یعنی فشار بالای مردم زیاد است. کمترین مبلغی که از طریق بانک یا از دیگر طرف ها به خیش تبار خود زادگان بدخشان از کجای نباشد روان اگر کنند، این مورد پرسجو از طرف مقامات می شود. و حتی اخیراً خبری رو دریافت کردیم که از صاحب کارانه که در ماه نوامبر، در همون تظاهرات ماه نوامبر برای تظاهرگران با پول همون مواد رو سودا کرده باشند، آب یا نان یا یگان چیز دیگر، آنها را به بازپرسی دعوت دارند و این فشار بالای تمام جامعه بدخشان است. و امروز
متاسفانه ما با چنین مناسبت نسبت بدخشانی ها در تاجیکستان برخورد داریم و من از تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان میخواستم که به همه این افسانه هایی که این روز اینا ایجاد کرده ایستادم باور نکنید. همین همه بازداشت شدگانی که امروز بازداشت شده های بیشتر میشوند و شاید نوارهای دیگری رو هم شما شاید شوید، شاید نفران دیگری هم برآمد خودشون رو گناهکار به جنایت های سنگین کنند. شما باور نکنید این همه اون گروه تفتیشاتی که امردین علاوتشایف را شکنجه کردند، محض همون گروه تفتیشاتی، همون گروه رستم امام علی، گروهی که به خاطر قدرت ترساندن همراه های خود، ترساندن هم سفرهای خود، هم خدمتهای خود، همون در کنار خود که هستند، برای ترساندن اونها امروز از شدیدترین فشارها و قتل عام نسبت مردم کار میگیرند. باور نکنید این بچه هایی که اینا گفتن که خب بدخشانی ها با طالبا هم چی شدند، یعنی هم آواز شدند و با طالبا هم کاری داشتند. اگر با طالبا هم کاری می داشتند، همین بچه هایی که طول 2 روز اخیر بازداشت و قتل شدن، اینها فرصت کافی داشتند که به اون سوی آمو انتقال یابند، یعنی به اون سوی دریا گذارند و اگر هم از اون سوی دریا اینها تماس های می داشتند و همکاری می داشتند، البته که امروز به قتل نمی رسیدند، زندانی نمی شدند و در آن سوی دریا می بودند و زنده می بودند و باعث ایجاد مشکل بیشتری برای مقامات تاجیکستان می شدند. لیکن اینها که آدمایی که اصلا به اون یگان اتهاماتی که بالای اینها بسته می شود به اینها ربط ندارد، اینها اگر می خواستند، اگر قانون را اینها غیر قانونی کار میکردن، اینها می توانستند حتی در خود همین داخل کشور ایستادگری کنند و چند روز می توانستند که حتی با همین ارتش هم مقاومت کنند. در سال 2012 ما شاهد بودیم این مقاومت را و اینا این دفعه مقاومت هم نکردند. اینا این دفعه از قانون، یعنی قانون را طلب کردن بودند و اگر باز تکرار میکنم، اگر اینها یگان نیت دیگر می داشتن، اینها خود را به همین آسانی به قربانی نمی دادند و به زندان هم نمی رفتند. امروز شاید در اون سوی رود 5 زنده و سلامت می بودند و یک تهدید برای مقامات تاجیکستان می بودند. لیکن اینها چنین نکردند، چون که اینها واقعا برای آزادی خود و آزادی دیگرها ایستادگری کردند، ولی متاسفانه در این مبارزه خود تنها مانده بودند و این تنهایی باعث شد که اینا به هلاکت رسند و به زندان ها روند. ولی من از تمام زادگان بدخشان دعوت میکنم که خب هرگز رو افتاده نشوند. این مبارزه برای آزاد بودن، آزاد زیستن در چنین دولت این آسان دست نمیدهد. یعنی اینا انتخاب داشتن، انتخاب بهشان خیلی محدود بود.
یا همین خیل قربانی می شدند یا غلام می شدند یا و جنایتی که اینها بالایشون بار کرده ایستادن به این جنایت ها دست می زدن که اینها در یگان اینها شریک نشدن، نه جنایت صادر کردن، نه خیانت به وطن کردن، نه از وطن گریختن، فقط خواستند آزاد با کرامت انسانی خود زندگی داشته باشند و نتوانستند که این بردگی را برداشت کنند و امروز جانشان را از دست دادند. من خب با همین برنامه امروزه خود را خاتمه می بخشم. بعد چند لحظه با زبان شغلی باز چند دقیقه دیگر در کنار امیر پیام با شما خواهم بود و شما را به خدای منان می سپارم. خدا یار و مددگار ما و شما باشد. سلام و درود با بینندگان شبکه ماهواره پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبیارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبیارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانه که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانه که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5:6.